خواهش کردند از شما، اگر جوان اتئیست باشد، زنی مسلمان گرفتنی باشد، ما طرف زن را آگاه کنیم یا نه؟ البته آگاه کنید. به جوانی اتئیست دختر داده نمیشه. اتئیست کافر است. کسی که به الله تعالی ایمان ندارد، حتی اگر یهودی باشد یا نصرانی باشد، برای او زنی مسلمان داده نمیشه. این نکاح نمیشه، این زنا میشه. البته پیامبر صلی الله علیه وسلم نه فقط این که اتئیست است، گناه ها را اگر داماد گناه داشته باشد، خواستگار گناه داشته باشد و طرف دختر وقتی میپرسد که می داماد همسایه شما هست یا دوست شما هست یا خیش شما هست، چه خیلی آدم است، گوید المستشار و مؤتمنون. حدیث هست شخصی که مستشار مشورت پرسیده شد در این باره، مؤتمن امانت نگهدار است، در این باره غیبت نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اما معاویه فسعلوک لا مال له. اما معاویه سعلوک است، کمبغل است، مال ندارد. و این دلالت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیدانستند. و الا معاویه روزی شد که پادشاه مسلمان ها شد رضی الله عنه و ارضاه. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه معاویه سعلوک است، کمبغل است، به او شوهر نکن گفتند. اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه. اما ابو جهم عصاش از بالای کتفش نمیماند، یعنی ضراب للنساء. بعضی ها میگن که معنای عصاش را از کتفش نمیماند یعنی زنها را بسیار میزند، عادتی زنها را زدن دارد. او را هم این کار کردن، یعنی که عیبش گفتن. این غیبت نمیشد، این غیبت است ولی گناه نمیگیرد انسان در این صورت. باید حق را گفته شود به خاطر الله، نه به خاطر غرض شخصی. یک آدم میبیاد میگه که فلانی و دخترتون نتید، فلان 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 عیب دارد. برای چی؟ برای اینکه خودم بتید. این علاقه به خاطر الله نیست. باید به خاطر الله مستشار امانت نگهدار، تا اینکه عائله دو کس ویران نشود، نکاحشان باطل نشود، حقیقت را باید گفته شود. اتئیست هیچگاه نگیرید اگرچه عاشق باشیدم. بله.